نوش جان میسپاریم به صدای ناک. این ناکه، این صدای پیستونه که داره میخوره تو دیوار اسلام، داره پدرش در میاد. بیایید من این صدا رو براتون میندازم، جون ماشینتون بیشتر میشه. یکی از عاملای ناک کربن سر پیستونه. حالا چیز دیگه هم مهمه، یه وقت میبینی سوخت جرقه‌اش تنظیم نیست. مثلا این ماشین سوختش هم داره کم میاد، ببین سفیدک زده سرش هم، یعنی سوخت داره کم میاد. سوخت کم، حرارت موتور میره بالا، ناک میزنه، مخصوصا تو سرگاز بیشتر. سر پیستون رو میخوام تمیز بکنم. شماری که داره بودم مواد رو میریزم مستقیم سر پیستون، کربن رو حل کنه و خارجش کنه. کربنایی که سر پیستون حل کرده میخوام میکشم بیرون. ببین دیدی سیاه، همینا باعث ناک میشه. حالا ببین چی از توی موتور من کشیدم بیرون. آقا این ضرر نداره، این کربن انقدر تو کامنت‌های نگید وای نریز زمین، طبیعت به فنا رفت. اینم گنگ بنگ، 4 تا شیلنگ کربن زده‌ای زدم بهش که پورت خروجی دود سرسیلند پشت سوراخ دارم دیس بزنه. کوناک ببین تو سربالایی داره میریم و اینم دست انداز با 2 رد میکنم، دست انداز واسط پا تخته رو گاز. کو ناک رفت، اون حجم از ناکو به ابوالفضل کسی نمیتونه بگه. این بنده خدا 30 میلیون تا الان هزینه کرده. میگه حتی رفتم به من گفتن دینامت خرابه، دینام عوض کرده، کوئل عوض کرده، تصمیم دینام گفتن عوض کرده، استارت عوض کرده، سوزن انجکتور رو کاملا چیکارا دیگه کردی؟ دیگه کوئل و شم و وایر کوئل و شم باز ناکش نرو. چه ربطی داره؟ بیا من خودم رازش میشم. کلا با 1 و 200 با یه ریمپ هم زدیم تمام شد. الان دنده 2 تخت کن. هیچ راحته. کولرم بزن با کولر تخت کن. این کولر روشن تخت کن سریع. میزان الله برو چه حتی ریمپ هم کردیم بچه.